سلام و وقت همه بخیر. در سلسله گفتگوها و بحث روی بحرانهای جاری در کشور این بار با آقای حامد عبیدی صحبت خواهیم کرد. آقای حامد عبیدی، یک دنیا سپاس از اینکه بر ما فرصت گذاشتین، وقت گذاشتین و همراه ما هستین. خوش آمدین در این دور از گفتگوها. بسیار تشکر ایویس از برنامه خوبتان. از سلام و احترام دارم به شما و به بینندایتان. یک دنیا سپاس. آقای حمید عبیدی پژوهشگر و کارشناس رسانه است که در روی نظام ژورنالیسم افغانستان و رسانه‌های تعبیدی کار می‌کند. او بنیانگذار سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان است تا در حوزه آزادی بیان، دادخواهی رسانه‌ای و مستندسازی وضعیت خبرنگاران در تبعید فعالیت دارد. تمرکز کاری او بر فرهنگ ژورنالیسم، رسانه‌ها در تبعید و نقش رسانه‌ها در شرایط سرکوب است. آقای عبیدی در ضمن عضو کمیته رهبری شبکه جامعه مدنی و نیروهای دموکراتیک افغانستان میباشند. اول است که در یک فضای خفقان پس از بازگشت خشونت‌آمیز طالبان، وضعیت رسانه ها و ژورنالیست هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارند چگونه است؟ خب من سوال از یک جای دیگه آغاز پاسخ از یک جای دیگه آغاز میکنم. اصلا زمانی که نظام تغییر کرد در افغانستان، طبعا این تغییر نظام باعث تغییر نظام رسانه‌ای هم شد. در نظام گذشته افغانستان، در جمهوریت، نظام رسانه افغانستان نظام آزادیگرا بود و در نظام های آزادیگرا حق دسترسی به اطلاعات، ژورنالیسم انتقادی که در غرب بازور بسیار واچداگ ژورنالیسم میگن که امو مترادفش باز کریتیکال ژورنالیسم و ژورنالیسم انتقادی میشه. در ضمن گردش آزاد اطلاعات، ژورنالیسم تحقیقی، اینی موضوعات است که در نظام‌های آزادیگرا به او بسیار زیاد ارزش قائل میشن و در این نظام‌ها رسانه‌ها مسئولیت نظارت بر عملکرد حکومت را دارند. نظام‌های مطبوعاتی معمولاً برگرفته شده از نظام‌های سیاسی است. وقتی که نظام سیاسی نظام دموکراتیک باشه، طبعا نظام مطبوعاتیش نظام آزادیگراست یا نظام مسئولیت اجتماعی است که نظام مسئولیت اجتماعی و نظام آزادیگرا با هم نزدیکی زیاد داره. حالا وقت فکر میکنم فرصت نداریم در مورد صحبت کنیم، اما با تغییر نظام، زمانی که نظام تغییر کرد در افغانستان، طالبان حاکم شدن. گروه طالبان باور میست که نظام سیاسی یک نظام استبدادی است و طبعا وقتی که نظام سیاسی نظام استبدادی میشه، نظام مطبوعاتی هم منشأ میگیره از نظام سیاسی و نظام مطبوعاتی هم یک نظام من باور دارم که یک نظام استبدادی است. دلیلش است که وقتی که با شما میان مؤلفه های نظام استبدادی را بررسی میکنید، بخصوص در حوزه رسانه ها، در حوزه رسانه ها نظام های مطبوعاتی معمولا باورمند بر آزادی بیان باور ندارن و در این نظام ها انتقاد جرم پنداشته میشه، برعکس مؤلفه هایی که در نظام آزادیگرا بود قبلا که من توضیح دادم. در نظام استبدادی برعکس است. مثلا حتی دسترسی به اطلاعات از مردم گرفته میشه. در نظام های آزادیگرا گفته میشه که مردم مالکیت اطلاعات را دارند و حکومت ها امانتدار هستند. اما در نظام های استبدادی برعکس، میگن اطلاعات مربوط نظام ها هر زمان که خواستن شریک میسازن با مردم، که نخواستن شریک نمیسازن. در نظام آزادیگرا انتقاد یک اصل است، نظارت از عملکرد حکومت یک اصل است. اما در نظام استبدادی قطعا انتقاد سرکوب میشه، انتقاد جرم پنداشته میشه و خبرنگار یا رسانه که انتقاد میکنه او بازداشت میشه، سرکوب میشه، چارچوبای حقوقی تغییر میکنه. بنان از دید حقوقی وقتی که آدم بررسی میکنه نظام فعلی افغانستان، نظام رسانه افغانستان یک نظام استبدادی است و طبعا در 4 سال پسین محدودیت های بسیار زیاد بالای سیستم رسانه افغانستان وضع شد. طالبان بیش از 25 مورد محدودیت بالای سیستم رسانه افغانستان وضع کردند
انتقاد جرم پنداشته میشه. رسانه ها مجبور به سانسور هستند. تمام محتوای نشراتی از سوی نظام حاکم بررسی میشه. محتوایی که مطابق میل نظام حاکم باشه یا در حقیقت بازتاب دهنده روایت های نظام حاکم باشه او را اجازه نشر میتن و محتوایی که انتقادی باشه او را اجازه نشر نمیتن. بعضی دوستای من استدلال میکنن که نه، در رسانه ها بعضی از مطالب انتقادی هم نشر میشه. مثلا موضوعات اجتماعی، خبرنگارا مروزه در اجتماع میبرن، از مردم کلیپ میگیرن، مردم حرف خودم میگن بالای موضوعات که در اجتماع بخصوص مشکلات وجود داره و تمامش بازتاب پیدا میکنه. خب وقتی که ما باز به اون خاطر کردم که یک مقدار نظام را توضیح بدم. در نظام استبدادی خطوط سرخ از سوی نظام تعیین میشه و رسانه حق ندارن از او خطوط سرخ عبور کنند. نظام حکومتی خطوط سرخ تعیین کرده. 25 مورد که من گفتم کوتاه میره، ای 20 توضیح میده بسیار کوتاه. 25 مورد که من گفتم، در 25 مورد خطوط سرخ ترسیم شده. مثلا رسانه نمیتونه در مورد رهبرای طالبان گزارش تهیه کنه، در مورد اختلافات رهبرای طالبان گزارش تهیه کنه، در مورد مسائل سیاسی، سیاست داخلی، سیاست خارجی، بودجه، مسائل حقوق بشری، مسائل زنا، اینو خطوط سرخ است که نظام تعیین کرده و این رسانه نمیتونه در این مورد گزارش تهیه کنه. در نظام‌های استبدادی انتقاد وجود داره، اما انتقاد بالای موضوعات دست دوم، انتقاد بالای موضوعات اجتماعی و یک امر عادی است. یعنی میتونه خبرنگار و رسانه که بره به بازار در بین مردم گزارش انتقادی در مورد موضوعات اجتماعی تولید کنه و این مشکل نداره در نظام انتقادی و این کار طالبان اجازه دادن، اما در خطوط سرخ تعیین کردن که به اون خطوط سرخ اصلا رسانه ها پرداخته نمیتونه. در کنار از او چالش های دیگه وجود داره، مثلا خبرنگارا بدون کدام دلیل بازداشت میشن. دلیل من فکر میکنم دلیل اندیش همیست که یک چارچوب حقوقی وجود نداره. شما میفهمین وقتی که بحث از نظام رسانه‌ای میشه خب باید در یک چارچوب حقوقی کار کنن. قانون وجود نداره، طرز عمل وجود نداره، لایحه وجود نداره و هر آن چیزی که نظام حاکم خواست رو انجام میده. کنار از این من فکر میکنم نبود یک چارچوب حقوقی یک مشکل کلان است و می دلیل هم است خبرنگار بدون دلیل بازداشت میشه، چرا که یک چارچوب حقوقی وجود نداره و هر زمانی که نظام حاکم خواست هر آن چیزی که خواست انجام میده. و عملکرد طالبان در قبال رسانه‌ها در ولایت‌ها فرق میکنه. مثلا عملکردشان در کابل با عملکردشان در هلمند، در بدخشان، در خوست، در ننگرهار، در پروان فرق میکنه، یکسان نیست. مثلا در برخی از ولایت‌ها امر بالمعروف بسیار قدرت داره و مداخله میکنه در امور رسانه‌ای. در برخی از ولایت‌ها رئیس اطلاعات فرهنگ بسیار قدرت داره، در برخی از ولایت‌ها استخبارات بسیار قدرت داره. دلیلش است که چارچوب حقوقی وجود نداره. هر کس فکر میکنه که صلاحیت داره، هر کس فکر میکنه که مسئولیتش است. به می دلیل هم عملکرد یا دید طالبان در قبال رسانه‌ها در ولایت متفاوت است. اما فکر میکنم که اگر فکر کنیم که به اصطلاح تفاوت ها در این ولایت ها به نظر شما تا چه حد بزرگ است؟ آیا مثلا یک ژورنالیست یا یک خبرنگار ما شما چه خطوط سرخی را که شما گفتین که طالبان برای رسانه ها و خبرنگارا گذاشته، آیا تطبیقی همون خطوط سرخ هم فرق میکنه؟ به اصطلاح اگر یک ژورنالیست رو یک موضوع در هلمند گزارش میته و یکی مثلا در تخار یا بادغیس، آیا امو خطوط سرخ هم فرق میکنه یا نه ای که مثلا در امو تعیین خطوط سرخ در کل جای و در کل ولایت ها یکسان است؟ خطوط سرخ و هیچ خبرنگار و رسانه از خطوط سرخ عبور کردن نمیتونه، او یکسان است. اما همین صلاحیت هایی که چون قانون وجود نداره، هر اداره فکر میکنه که صلاحیت داره در امور رسانه‌ای مداخلت کنه. مثلا من توضیح دادم در کابل، در مرکز عمدتاً استخبارات و امر بالمعروف فعال هستند و بسیار مداخله میکنن. مثلا تا جایی که من خبر دارم در بدخشان مثلا ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار فعال از این مورد اقدام میکنه. به این شکل در ولایت های دیگر و
عملکرد افراد هم فرق میکنه. بعضی ها مثلا عملکردشان بسیار سخت گیرانه است و سرکوبانه است، سرکوب میکنن رسانه را و حتی خبرنگار رسانه را به عنوان مصطلحی را که اونا استفاده میکنن مخلاقا استفاده کرده نمیتونم، اما بسیار دید منفی دارن در قبال فعالیت رسانه‌ای. اما در برخی از ولایت‌ها بازی نرمتر است و مو دلیل هم است. شما میبینید که تصویر زندجان که محدودیت وضع کردن در برخی از ولایت‌ها هنوز هم تصویر زندجان است، اما در بیش از 24 ولایت تصویر زندجان دیگه وجود نداره. و می شکل حضور خانما در بیش از 21 ولایت هیچ خبرنگار زن فعالیت نداره، اما در کابل ده ها خبرنگار زن فعالیت داره. و می دلیل هم است که من پیشتر که توضیح هم دادم، می دو مثالش بود. ده ها مورد دیگه است که آدم تفاوت عملکرد طالبان را در قبال رسانه‌ها در ولایت ها می‌بینه. شما فکر میکنین آیا چنین برخورد طالبان ای که بعضی از محدودیت ها در بعضی ولایت ها تطبیق میشه و در بعضی ولایت ها کمتر تطبیق میشه، چی دلیل داره؟ آیا طالبان روی امو برداشت های ایدئولوژیکی که دارن و یا بر اساس اصول و برداشت های سیاسیشان این کار میکنن، یا ای که اجازه را میته، یا ای که بیشتر تلاش شنایی است که یک تصویر دوگانه از طالبان ارائه بکنن تا ای که بتونن با جامعه بین‌المللی بالاخره یک جایی گفته بتونن که سعی کنین ما یک 10 دانه خبرنگار چطور اینجا که در کابل 10 دانه خبرنگار کار میکنن، اما شاید صدها هزار خبرنگار زن دیگه محروم از کار کردن در اون بخشایی باشن که باید کار. از بخش اولش کم قبلا هم کوتاه اشاره کردم، چارچوب نبود چارچوب حقوقی است و اگر چارچوب حقوقی باشه در قوانین و در ضمن‌ها و لوایح همه چیز تعریف میشه، تفسیر میشه که مسئولیت رسانه چیست و مسئولیت نظام در قبال رسانه ها چیست. اما چون این چارچوب وجود نداره، هر کس که هر چیز خاص انجام میده. در مسئله خانم‌ها دقیقاً ما باور شخصی ما همیست که تنها در کابل و چند ولایت محدود دختر خانم‌ها را اجازه دادن که فعالیت کنن و او به خاطر نشان دادن همی که ما باورمند به ارزش‌های آزادی بیان هستیم و فعالیت آزاد رسانه را محدود نکردیم و دختر خانم‌ها حضور دارن. بسیار نقششان سمبولیک است. بالای دختر خانم‌ها به شدت محدودیت وضع شده، حتی در می ولایت‌هایی که من نام گرفتم، حتی در کابل. حتی یک دختر خانم که در برنامه واژه‌ای را که استفاده میکنه، طرز نشستن، طرز لباس پوشیدن، در تمام این موارد اینا مداخله میکنن و همه روزه فشار وارد میکنن. این تنها اونمو من موافق هستم که چیزی را که شما یادآوری کردین بیشتر به خاطر نشان دادن تعهدشان به حقوق زناست که در حقیقت ما شما میفهمیم که بیشتر از یک نمایش چیزی نیست. نمایش و یک چیز سمبولیک است. متاسفانه شما تاکید میکنین که در نبود یک نظام حقوقی که از رسانه ها و خبرنگارا حمایت کنه و حقوق اونا را تامین بکنه، به این دلیل است که این قوانین از یک طرف که به شدت با انواع و اقسام خطوط سرخ مواجه است و از طرف دیگر تطبیق قوانین هم به دست ارگان‌های مختلف و به اصطلاح به تبع اشخاص در جاها و ولایت‌های مختلف صورت میگیره. طالبان یک اصولنامه جدید جزایی را نشر کردن و اگر حتی ما فکر کنیم یک لحظه که اینا بیاین همین رقم یک قانون دیگر مخصوص خبرنگارا و رسانه ها بیاره، آیا وضعیت بر رسانه ها تغییر خواهد کرد؟ نه، به خاطر که من باورم نیست که در نظام‌های استبدادی اما چارچوب و بین خود نظام استبدادی تعریف میکنه. در نظام‌های استبدادی وقتی که انتقاد جرم باشه، وقتی که حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام دانسته شوه، وقتی که به شهروندا حقوق اساسیشان داده نشه، طبعا نظام‌های استبدادی به خاطر از اینکه همه چیز پنهان بمانه دست به سانسور میزنن، دست به سرکوب میزنن، هیچ تغییر نمیکنه. و حتی اگر چارچوب حقوقی هم شکل بگیره شاید محدودیت‌ها زیاد شوه، اما هر کس هیته صلاحیت خود را میفهمه. شاید یک مقدار از لحاظ نظاممندی کار همه چیز تعریف شوه و کار نظاممند شوه. در غیر از او از لحاظ ساختاری که ما توقع داشته باشیم که اگر چارچوب حقوقی به وجود به طالبان
حقوق رسانه را تامین میکنن یا حقوق خبرنگارا را تامین میکنن. ای بخصوص از دید نظام آزادیگرا اگر به اون نگاه کنیم قطعا چنین اتفاق نمفته. و در قانون امر بالمعروف موارد اشاره شده به فعالیت رسانه ها و او را عملا طالبان عملی کرده. مثلا همین تصویر زنده‌جان خود در قانون امر بالمعروف به او اشاره شده که تصویر زنده‌جان نباید از طریق رسانه همگانی نشر شود و عملا ما شما می‌بینید که در بیش از 24 ولایت تصویر زنده‌جان را اینا متوقف ساختن و تلویزیون تبدیل شد به یک رسانه صوتی. باید داشته باشین که رسانه از خود خصوصیت‌های داره. ما نمیخوایم بسیار به جزئیات روی از بحث کنم، اما تصویر تلویزیون قدرتش در تصویر است. تلویزیون قدرتش در مستندسازی است. رادیو قدرتش در صداست. مولتی میدیا که میگیم یا رسانه‌های مولتی میدیا ریپورتینگ یا رسانه‌ای که تکست متن صدا همش تولید میشه که بیشتر باز در چارچوب رسانه‌های دیجیتال او را ما باستاب میتیم. قدرتش همیست که همزمان ما از صدا متن تصویر استفاده میکنیم. یعنی هر پلتفرم هر رسانه از خود ویژگی‌های داره. بخصوص تلویزیون وقتی شما تصویر از او بگیرین، قدرت مستندسازی را از او بگیرین، در حقیقت بیننده خود هم از دست میده و تبدیل میشه به یک رسانه صوتی. وضعیتی که رسانه ها در داخل افغانستان با سرکوب شدید و با محدودیت های بسیار زیاد مواجهند. ما شاهد شکلگیری رسانه ها در تبعید هم هستیم. خوشبختانه فعالیت اینها بسیار چشمگیر بوده. از نظر من ما بیشتر اطلاعاتی که در مورد وضعیت افغانستان حاصل میکنیم از طریق همین رسانه هاست. اما در کل شما از یک دیدی از نظر یک متخصص در این حوزه، شما فعالیت و کارهای رسانه هایی که در بیرون از افغانستان و بعد از سقوط در تبعید کار میکنند در اطلاع رسانی از وضعیت افغانستان نقش اینا چگونه بررسی میکنید یا فعالیت اینا شما چگونه میبینید؟ تشکر ایبی صاحب. اول ما میخوایم به این بپردازم که چرا رسانه‌های تبعیدی شکل میگیرند. چرا رسانه‌های تبعیدی یا اگزایل میدیا ایجاد میشه؟ زمانی که در یک کشور سیستم رسانه افغانستان تغییر کنه، خبرنگارا و رسانه ها مجبور به ترک کشور شوند بنا به تهدید و فشار و فعالیت خود را از یک کشور دیگه یا از کشور امن، از یک جای امن دوباره آغاز کنند و در مورد کشور اولی یا کشور مبدأ گزارش بدن. امی فعالیت رسانه‌های تبعیدی میگن. یعنی منطق رسانه‌های تبعیدی همیست که فضای کاری به خبرنگار داخل کشورش مساعد نیست و خبرنگار تهدید شده، بنا به تهدید و فشار کشور را ترک کرده و دوباره به فعالیت ادامه میده به خاطر مسلکی بودنش و به خاطر که مسلک ایجاب میکنه که دوباره فعال باشه و از داخل افغانستان گزارش تهیه کنه و ببخشید از داخل کشور خود گزارش تهیه کنه و او را باستاب بده. به می دلیل رسانه‌ها شکل میگیره. رسانه‌های تبعیدی کار و فعالیتشان کاملا با کار و فعالیت که رسانه داخل انجام میداد از لحاظ تکنیکی فرق میکنه. از لحاظ حرفه‌ای اونمو اصول است، اونمو قواعد است. خبرنگار باید یا رسانه باید بی‌طرف باشد، دقت، توازن، بی‌طرفی، انصاف، تمام موارد را رعایت کنه. اما از لحاظ کار شیوه کارشان از لحاظ تکنیکی بسیار زیاد فرق میکنه. مثلا در داخل افغانستان اگر مثال بزنیم، رسانه‌ای که در داخل افغانستان کار میکردن بیشتر حضور فیزیکی داشتند. تیم تحریریه هم روزه جلسه داشت و مسئولیت‌ها سپرده میشد. خبرنگارا به ساحه میرفتن، خبر بیان میکردن، دوباره میآمدن مینوشتن، نشر میشد. از لحاظ مالی از منبع‌های مختلف درآمد داشتن. اعلانات بود، اشتراکات بود، اگر روزنامه بود روزنامه فروخته میشد، اگر رفتنامه بود فروخته میشد، یا مجله یا تلویزیون که طبعا با اوقات وقت فروخت. یک بخش درآمد از اینا از این طریق تامین میشد. از لحاظ کار مثلا همیشه اینا 4 ساعت 8 ساعت یا کسایی فول تایم بودن فول تایم کار میکردن و موارد دیگه که حالا نمیشه بسیار به جزئیات صحبت کنیم. اما از لحاظ
وقتی که در تبعید آمدن اینی موارد کاملا از لحاظ تکنیکی تغییر کرده. مثلا فضای کار و 8 ساعته که در گذشته بود فعلا وجود نداره، چرا که خبرنگارا در نقاط مختلف جهان هستند، از جای مختلف با رسانه همکاری دارن و کارشان فلکسیبل شده. مثلا با اون شیوه که در افغانستان کار میکردن، با اون شیوه دیگه کار خبرنگار به ساحه رفتن هم میتونه، از لحاظ مالی و امکانات مالی که قبلا وجود نداره، تنها رسانه متکی به به دست آوردن امکانات مالی از نهادهای بین‌المللی هستند و در کنار از اگر از طریق تولید محتوا بتانن درآمد مالی داشته باشند. یعنی از لحاظ تکنیکی تغییر بسیار زیاد در شیوه کار رسانه‌های تبعیدی. از لحاظ ضرورت به رسانه ها، من فکر میکنم که رسانه‌های تبعیدی تنها منبعی است که میتونه صدای مردم افغانستان را تقویت کنه، میتونه صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان برسانه. تنها منبعی است که نقض حقوق بشر را میتونه مستند بسازه. تنها منبعی است که به صدای مردم افغانستان تبدیل شدن. شما مروزه ده ها مورد میبینین که رسانه‌های تبعیدی مستند میسازن، نشر میکنن، با همکارای بین‌المللی شریک میسازن و این نقض حقوق بشر که در افغانستان جریان داره تمام از این داکومنت میشه و از طریق رسانه‌های اگزایل یا رسانه‌های تبعیدی نشر میشه. من فکر میکنم که به افغانستان کار در فعالیت در تبعید یا فعالیت رسانه‌ها در تبعید یک تجربه نو است. ما در نهایت 3 الی 4 سال تجربه داریم از کار در تبعید، اما کشورهایی که شرایط مشابه به افغانستان داشتن مثل ایران و بعد از کشورهای افریقایی و مثلا سوریه، اینا ده ها سال میشه که در تبعید فعال هستن، کار میکنن، رسانه‌های قوی دارن، رسانه‌ای که ده ها میلیون ها بیننده داره در داخل کشور و اینا امروزه تولید میکنن و موضوعات مستند میسازن و از طریق رسانه‌های تبعیدی باستاب میتن. و در 4 سال پسین ما شما دیدیم که رسانه‌های تبعیدی رشد خوب داشت. ما فعلا بیش از 55 رسانه در تبعید داریم و این یک رقم درشت است. ده ها خبرنگار در رسانه‌های تبعیدی کار میکنن و باور کنین ایوبی صاحب که ما شمار رسانه‌ای داریم که اینا یک مقدار امکانات مالی خوب دارن، اما رسانه‌ای که امکانات مالی خوب هم دارن با چالش مالی مواجه است. چرا اینا باید به همکارای خود معاش بدن، امکانات برشان فراهم بسازد داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان، و این بسیار زیاد سخت است. من گفتم در قبلا هم توضیح دادم که داخل افغانستان منابع درآمدشان چندین منبع درآمد داشتن، یکی نبود، اما در بیرون از افغانستان منبع درآمدشان نهایت 2 مورد است. یا از طریق باید از نهادهای بین‌المللی امکانات مالی به دست بیارن، یا تولید محتوا کنن و محتوای خود بفروشن بالای رسانه‌های بین‌المللی و محدود شده منابع مالیشان و یک چالش کلان است بر رسانه‌های تبعیدی. و حرف آخر ممیست که ده ها خبرنگار در تبعید در 3 سال گذشته، حتی 3 سال میشه که فعالیت دارن، رسانه‌شان ایجاد شده، 1 یورو یا 1 دلار امکانات مالی هم دریافت نکردن و رایگان کار میکنن. یک تحقیق را که تازه ما و دکتر صاحب بهار 6 ماه پیش انجام دادیم، یک بخش از یافته‌هاش نشر شده و امیدوار هستم که در قالب یک مقاله علمی در آینده نزدیک نشر شود. یافته‌های تحقیق نشان میده که با وجود چالش‌هایی که در تبعید وجود داره، بیش از 90% خبرنگارایی که در اون تحقیق اشتراک کرده بودن باورشان این بود که ما تعهد داریم به آزادی بیان، ما تعهد داریم به مسلک و ژورنالیسم به ما یک ارزش است، ولو پول باشه ولو پول نباشه ما به کار ادامه میدیم. ما در جریان روز در یک مغازه کار میکنیم، تاکسی میرانیم و ده ها کار شاقی دیگر هم میکنیم، اما از مسلک ژورنالیسم دوری نمیکنیم، چرا که مردم افغانستان نیاز داره در این شرایط به ما و صدای مردم افغانستان باید بازتاب پیدا کنه و صدای مردم افغانستان باید تقویت شود و تمام موارد بشری باید مستند شود و با نهادهای بین‌المللی شریک ساخته شود. من فکر میکنم این یکی از نقاط قوت رسانه‌های تبعیدی افغانستان است. طبعا ما فکر میکنم بدون اشخاص متعهد در آرامی حوزه ما اطلاعات و او آگاهی از وضعیت و از بحران‌های متعددی که افغانستان با او مواجه است تحت حاکمیت گروه تروریستی طالبان
ما از این همه سیکل مشکلات و اون خبر نمیشدیم بنابر محدودیت هایی که چی بر رسانه های داخلی و حتی بر رسانه های بین‌المللی که بخواین از داخل افغانستان فعالیت بکنن موجود است. و ما قطعا که بدون فعالیت و تعهد همه مردم ها و اشخاصی که در این حوزه کار میکنن نمیتونستیم به این اندازه از وضعیت افغانستان با خبر باشیم. اما یک سوال است که تاثیرگذاری کارهای این رسانه ها در تبعید و بیرون از افغانستان بر افکار عامه مردم افغانستان چیست؟ تا چه حد اینا تاثیرگذار است در روی شکل دهی افکار آنها و همچنان تاثیر اینا روی جامعه بین‌المللی چی است؟ چقدر اینا تاثیرگذار هستند؟ خب ما فکر میکنم در شرایطی که همه چیز در داخل افغانستان سرکوب شده، تنها منبعی که به عنوان منبع قابل اعتماد میتونه اطلاعات را به مردم و با جهان شریک بسازه رسانه‌های تبعیدی است. و رسانه‌های تبعیدی ما قبلا گفتم با وجود که تجربه نو است، مشکلات خود را دارن، چالش‌های خود را دارن و یک چالش کلان در رسانه‌های تبعیدی همیشه به خصوص به اگزیل میدیا مسئله ژورنالیسم اکتیویسم است. و این بعض اوقات مرز بین ژورنالیسم اکتیویسم بسیار زیاد نزدیک میشه و یک چالش است برای رسانه‌های تبعیدی. من میخوایم کوتاه توضیح بدم یک مقدار که ژورنالیسم اکتیویسم چون اردش دو واژه مسلکی است. وقتی ما ژورنالیسم میگیم به این معنی که خبرنگار و رسانه باید مطلق کار رسانه‌ای کنند، یعنی تمام اصول را باید رعایت. وقتی که اکتیویسم میگیم به این معنی که خبرنگار و رسانه فعال باقی میمانند اما تمام اصول پیاده کردن نمیتونن. اینجا باز بحث ژورنالیسم اکتیویسم میشه که کسایی که در اگزایل کار میکنن، خبرنگارایی که در اگزایل کار میکنن، بعض اوقات ممکن اکتیویسم انجام بدن، فعال باشن، فعالیت رسانه‌ای کنن، اما فعالیت رسانه‌ایشون اما ویژگی‌های کار ژورنالیستی را شاید نداشته باشه، چرا که باز بحث ادوکسی و دادخواهی پیش میاد. درست؟ و این بسیار طبیعی هم است. چرا شما در مورد یک جامعه باز میخواین اطلاع رسانی کنین کجا حق دسترسی به اطلاعات تقریبا صفر است. دسترسی به منابعی که حاکمیت دارن بسیار سخت است. شما بیشتر مجبور هستین متکی به منابع خود باشین و به منابع مردمی. وقتی شما متکی به منابع خود و به منابع مردمی شدین و نظام به شما اطلاعات نداد، اینجا بازم بحث اکتیویسم پیش میاد. چرا شما اگر بحث ژورنالیسم یا تمام اصول و قواعد ژورنالیستی را رعایت کنین، امو دقت، توازن، بی‌طرفی، انصاف، کل چیزا را باید در نظر بگیرین. و اینجا بحث اکتیویسم که پیش میاد، برخی از اینا ممکن تطبیقش سخت باشه یا عملی کردنش سخت باشه. به اون دلیل در نظامایی که محدودیت وضع میکنن، وقت دسترسی به اطلاعات به شدت محدود میشه و رسانه‌ها سرکوب میشن، بسیار طبیعی است که از اگزایل وقتی شما از دور فعالیت میکنین، بعض اوقات شما فعالیتتان از ژورنالیسم بره به طرف اکتیویسم. یک دیدگاهی است که خبرنگار همیشه باید کار ژورنالیسم انجام بده و ژورنالیست باقی بمانه و رسانه‌ها باید کار ژورنالیستی انجام بده، کار مسلکی انجام بده. یک دیدگاه است. دیدگاه دومی در اگزایل است که میگه خب ما درست است که خبرنگار هستیم، کار خبرنگاری انجام میدیم، اما ما در یک جامعه مثلا در بین رسانه‌های تبعیدی افغانستان یک دیدگاه است که من توضیح دادم. دیدگاه دومی است که میگه طالب ما را به رسمیت نمیشناسه، ما طالب را به رسمیت نمیشناسیم. هیچ نیاز نداریم که ما به خاطر از اینکه خبر متوازن شود نظر طرف طالب بگیریم. طالب هم چیز رسانه‌ها را سرکوب کرده داخل افغانستان، با آزادی بیان باور نداره و ما را به رسمیت نمیشناسه، فعالیت ما را به رسمیت نمیشناسه، خبرنگار ما را اجازه فعالیت داخل افغانستان نمیده. بنابراین ما چرا تعهد داشته باشیم که همه چیز از طالب به خاطر توازن خبر خود کلیپ بگیریم و منتظر از این باشیم که طالب در این مورد چی واکنش نشان بده؟ یک دلیل نیست. اینا میگه خب اگر ایرا اکتیویسم میگین یا ژورنالیسم میگین، هر چی میگین، چون طالب ما را به رسمیت نمیشناسه، ما طالب به رسمیت نمیشناسیم.
که باز اونم بحث ژورنالیسم و اکتیویسم به پیش میاد. به هر صورتش ما اگر جمع بندی کنم که مستقیم بیم به پاسخ شما، نقش رسانه‌های تبلیغاتی خیلی کلیدی است. رسانه‌های تبلیغاتی در به خاطر شکل دادن افکار عمومی میتونن بسیار نقش عمده بازی کنن و یگانه مرجعی که میتونه به عنوان یک پل ارتباطی بین مردم افغانستان و بین جهان مبادل شود رسانه‌های تبلیغاتی است. رسانه‌های تبلیغاتی مسئولیت دارند که رابطه معنادار بین رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی ایجاد کنند، تمام موارد مستند بسازند، به خاطر بازتاب دادخواهی مدنی مردم افغانستان در دیاسپورا نقش عمده بازی کنند، به خاطر تغییر یا به خاطر شکل دادن افکار آمده داخل افغانستان تلاش کنند که امروزه تلاش میکنند، به خاطر تقویت آگاهی مدنی مسئولیت رسانه‌های تبلیغاتی است که تلاش کنند و آگاهی مدنی را در داخل افغانستان و در بیرون افغانستان تقویت ببخشند، موارد حقوق بشری را مستند بسازند، با دنیا شریک بسازند و در نهایت به خاطر حفظ اطلاعات مستقل تلاش کنند که تمام این کارا رو من فکر میکنم در 4 سال پسین رسانه‌های تبلیغاتی انجام دادن و انجام میدن. و نکته آخر هم است که مردم در داخل افغانستان بسیار کمک میکنن با رسانه‌های تبلیغاتی، اما ژورنالیسم شهروندی که ما میگیم اکثریت اطلاعات که امروز بازتاب پیدا میکنن، اکثریت موارد که مستند میشه، نباید فراموش کنیم که مردم افغانستان هستن که در این شرایط سخت حمایت میکنن از این رسانه‌ها و در کنار رسانه‌ها هستن و میدانن که تنها مرجعی که صدای از ما را بازتاب میده رسانه‌های بیرون از افغانستان، داخل افغانستان صدایشان سرکوب شده و اونا متاسفانه آنچه را که حق شهروندیشان از نظام حاکم از سلب کرده و نمیتونن دیدگاه و مفکوره و مشکلات در جامعه داخل وجود داره او را بیاین بازگو کنن و بگوین. اکثریت رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان کار میکنن یک بخش کلان از اطلاعات خود را یا یک بخش بزرگ از اطلاعات خود را از منابع مردمی دریافت میکنن. در کنار از او سورس یا منابع که خودشان دارن در داخل افغانستان که من نمیخوایم در این مورد بسیار صحبت کنم، اون منابع بسیار زیاد کمک کننده است و اکثریت اطلاعات از اون منابع در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره و رسانه‌ها را بسازند. جامعه دیاسپورای افغانستان در داخل اروپا چگونه میتونه از این رسانه‌هایی که در تبلیغ تحت فشارها و چالش‌های متعددی فعالیت میکنن از اینا حمایت کنند؟ ایوبی صاحب، ما قبلا هم به یک تحقیق تازه انجام دادیم، کوتاه اشاره کردم. یافته‌های تحقیق نشان میده که رسانه‌های تبلیغاتی اطلاعات خود را عمدتاً از 2 طریق به دست میارن. اول از طریق پلتفرم‌های آنلاین که همون مسنجینگ اپ که همون اپ‌های مسیج است مثل واتساپ اینا، سوشال میدیا و وبسایت و در کل دیجیتال میدیا به دست میارن. یک منبعی که اینا اطلاعات خود به دست میارن عمدتاً همین رسانه‌های دیجیتالی است. دوم دیاسپوراست. اما یافته‌های تحقیق نشان میده که رابطه دیاسپورا با رسانه‌های تبلیغاتی هنوز مشکل داره و خلا وجود داره و این رابطه بسیار معنادار شکل نگرفته. به این معنا که آنچه که دیاسپورا انجام میده بعض اوقات کمتر بازتاب پیدا میکنه در رسانه‌های تبلیغاتی و آنچه که مثلا رسانه‌های تبلیغاتی نیاز دارن دیاسپورا به اون شکل حمایت نمیکنه. دلیلش است که به بخش ارتباط با رسانه‌ها در این نهادها کمتر توجه شده. من فکر میکنم که ما در نهادی که در بیرون در دیاسپورا کار میکنه یک فرد متخصص نیاز داریم به عنوان کارشناس ارتباط با رسانه‌ها که ارتباط این نهادها را با رسانه‌های تبلیغاتی شکل بده و موارد را که اینا مستند میسازن
با رسانه‌های تبعیدی شریک ساخته شود. این کار را ما در سازمان امنیت از خبرنگاران در یک سال گذشته انجام دادیم و تجربه بسیار خوب بوده. شما شاهد هستین در نشست انطالیا ما یک ابتکار کردیم، یک گروه واتساپ ایجاد کردیم و خبرنگارایی که در تبعید هستن همیشه در گروه دعوت کردیم و دیدیم که چقدر برنامه ما شما بازتاب و خوب داشت. من فکر میکنم به خاطر ایجاد رابطه بین دیاسپورا و رسانه‌های تبعیدی باید بیشتر کار شود و نیاز است که کار شود تا در هماهنگی با هم مسائل حقوق بشری مستند شود و از طریق رسانه‌های تبعیدی بازتاب باید. من فکر میکنم اگه ارتباطات را که من گفتم و ارتباط را که نیاز است ایجاد شود و اگه ارتباط ایجاد شود در حقیقت رابطه میان رسانه‌های تبعیدی و رابطه میان دیاسپورا که در نهادهای دیاسپورا که در بیرون فعالیت دارند ایجاد میشه و این رابطه میتونه که حتی از لحاظ مالی مشکلات که رسانه‌های تبعیدی دارد تا یک حد کمک کننده باشه. به این معنا که میتونه دیاسپورا با رسانه‌های تبعیدی بالای بعضی از برنامه‌های مشترک کار کنند در قسمت تولید محتوا، در قسمت مستندسازی مسائل حقوق بشری، در قسمت مثلا تقویت آگاهی‌های مدنی، در قسمت تقویت مسائل حقوق بشری میتونن کارهای مشترک انجام بدن و این کارهای مشترک منفعتش هم دیاسپورا میبره، نهادهایی که در دیاسپورا کار میکنن که تمام موارد از اینا بازتاب پیدا میکنه و هم از لحاظ مالی میتونه کمک خوب به رسانه‌های تبعیدی باشه. یک دنیا سپاس بار دیگه از وقت شما، صحبت‌های شما. بسیار تشکر ایبی صاحب، من همیشه در خدمت هستم. یک دنیا سپاس، وقت خوش. خدا